مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از محمد علی قربانوف 27 اپریل سال 1942 شهر استالین آباد. رفیق محترم عینی، شنیدم که یک قدر ناتاب شده اید. افسوس که به سبب دوری راه به شما یاردم طبی رساندن و دم به دم شخصا خبر گرفته ایستادن ممکن نمی شود. حالا برای از احوال شما خبر گرفتن رفیق رحیمی به سمرقند فرستاده می شود. در آینده هم کوشش می کنیم که برای بهتر شدن احوال شما به قدر امکان یاری رسانیم. به مناسبت عید 1 می شما را مبارکباد می کنم. آرزو دارم که زودتر صحت شده به منفعت خلق ما وطن سوسیالیستی جان و جانمان کارهای ایجادی خودتان را در ساحه باز هم بالا برداشتن ادبیات سویتی با موفقیت دوام کنانید. با سلام و احترام، امضا محمد علی قربانوف. به محمد علی قربانوف جواب عینی به مکتوب قربانوف 30 ماه 4 سال 42 سمرقند. رفیق محترم قربانوف، مکتوب محبت اسلوب شما از دست رفیق رحیمی رسید. با تبریکتان به مناسبت عید 1 می و احوال پرسی قدردانانه صمیمانه اتان و از خواهش خوبتان درباره خودم تشکری بی پایانی مرا قبول کردنتان را آرزو می کنم. در دنیا هیچ مملکت نیست که مثل مملکت سویتی نویسندگان و عموما خادمان جمعیتی خود را اینقدر حرمت و دلجویی کنند. دلجویی های شما درباره من چنان خود و انسان پروری پرتیه و حکومت سویتی را افاده می کنند. یگانه آرزوی من این است که با کارهای خود به عملاً بیان کردن تشکر موفق شوم. ذاتاً بیماری من آنقدر خوفناک نیست و این چنین یک کار فوق‌العاده هم نیست، بلکه این علامت پیری است که کم کم تأثیر خود را نشان می دهد. امید است که با دلجویی شما بر این قدردانان این تأثیر کمتر شود و چند سالی دیگر کار کرده توانم. با کمال احترام، عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ
صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به ایسایف 30 ماه 4 سال 42 سمرقند. رفیق ایسایف، رفیق رحیمی با سلام و سوغاها پیش من آمدند و سلام شما را هم رساندند. چیزهایی که با نقلت نویس های نامری 370 هم نامری 372 فرستاده بودند تماما دیر رسید. تشکر می نمایم. با سلام رفیقانه عینی. بسیودکیویچ و سیزانوف 1 ماه 5 سال 42. عزتمندان پروفسور رفیق یودکیویچ و رفیق سیزانوف، مکتوبی از نام کینستودی تاجیکستان فرستاده تان رسید. از این پیش هم یک خط با همین مضمون و موضوع با تحریر رفیق رحیمی رسیده بود و من به آن خط جوابی تفصیلی نوشته بودم. رفیق رحیمی در وقتی به استالیناباد رسیدنشان آن خط را گرفته و خوانده به شمایان ترجمه کرده خواهند داد. به این خط شمایان کوتاه کرده جواب زیرین را می دهم. من حاضر نیت دارم که با ابن مقنع مشغول شوم. برای حاضر کردن این موضوع بعد از بسته شدن شرطنامه 4 ماه فرصت لازم است. بعد از تمام شدن این کار من می خواهم از یتیم نام رمنی خود بخشیده به دیت فیلم مسکو یک زمینی سیناری از حیات بچگان و جوانان تیار کنم. طرز کار در مکتوب اول به تفصیل نوشته شده است. درباره پیش بردن کاری کینستودی تاجیکستان شمایان از من مصلحت پرسیدید. در این خصوص فکر من این است که جوانانی با تلنت پرمعلومات تاجیک را پیش کشیده تربیه نموده و از بین آنها سیناریست ها و کینماتوگرافیست ها رساندن لازم است. با سلام و احترام عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب های استاد عینی را با شخصیت های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبیاند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. خلقی ما را دفتری عینی